هرچی توی نقشه‌های دنیا بگردی یه چیز ثابته. اسم این خلیج همیشه فارس بوده. بیش از 2000 ساله که توی کتابا، نقشه‌ها و متون رسمی دنیا از این آبراهه به اسم خلیج فارس یاد شده. یونانیای باستان بهش میگفتن پرسیکون کولپوس، یعنی خلیج پارس. جغرافیدانای مسلمان هم همین رو نوشتن، بحر فارس. در دوران استعمار هم روی نقشه‌های پرتغالی، انگلیسی و فرانسوی فقط یه چیز نوشته شده بود، پرژین گلف. حتی توی اسناد رسمی سازمان ملل و یونسکو هم همین اسم ثبت شده. اما داستان خلیج عربی از کجا شروع شد؟ این ماجرا از دهه 1960 اتفاق افتاد، وقتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر جریان پان عربیسم رو راه انداخت. تصمیم گرفت برای متحد کردن کشورهای عربی نمادهای تاریخی منطقه رو هم تغییر بده. از اون موقع بعضی کشورها اسم جدیدی برای خلیج فارس ساختن و بهش گفتن خلیج عربی. اما این اسم نه پیشینه‌ای داره، نه سندی، نه در تاریخ، نه در اسناد حقوق بین‌الملل و نه حتی در نقشه‌های معتبر دنیا. اسم خلیج فارس از تاریخ میاد، نه تبلیغات سیاسی.